عروسی عالی انصاری با حسام فرزان بالاخره برگزار شد. افشای رازهای پشت پرده عروسی عالی انصاری با حسام فرزان در کانادا. راز ازدواج این دو هنرمند چی بوده است؟ اکنون حسام فرزان و عالی انصاری در کدام کشور زندگی میکنند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان است. شهرت و محبوبیت هنری خوبی دارد. عالی انصاری به کارهای هنر آوازخوانی‌اش از سن نوجوانی می پرداخت، ولی بارها با مخالفت‌های همسر اولش مقابل می‌شد. بعد از آنکه عالی انصاری از شوهر اولش جدا شد، به طور رسمی و مسلکی به هنر آوازخوانی پرداخت و توانست آهنگ‌های بیشماری به زبان دری و پشتو بسراید. عالی انصاری اکنون در کشور انگلستان زندگی می کند، ولی بارها به خاطر کارهای هنریش به سرتاسر جهان سفر می کند. اما آهنگ‌های دوگانه عالی انصاری با حسام فرزان هنرمند جوان و تازه‌کار کشور خیلی خوب رشد می کند و طرفداران و علاقه‌مندان فراوانی را از آن خود می کند. عالی انصاری با حسام فرزان چند می شود تصاویرشان در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دو در کشور کانادا بالاخره ازدواج کردند، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا از طرف عالی انصاری و حسام فرزان به طور رسمی و آشکارا تایید و یا هم رد نشده است. حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و به کارهای هنریش مانند قبل ادامه می دهد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الایزال تمنا دارم. آرزوی صحتمندی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود استدعا دارم. دوستان نهایت عزیز کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عالی انصاری و حسام به اشتراک بگذارید. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را بالای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.